سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. 3 پروژه مهم میان افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد. در این 3 پروژه از 30 کیلومتر خط آهن میان آقین اندخوی، انتقال برق و فایبر نوری شامل می باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف هم از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم اشتراک کردند. وزارت تجارت و صنعت میگوید فابریکه تولید اسپینزر کندوز بعد از 25 سال با سرمایه‌گذاری $120,000 آمریکایی دوباره به فعالیت آغاز کرد. در اعلامیه این وزارت نگاشته شده است که این فابریکه در 24 ساعت 10 تن روغن تولید می‌کند و توان تولید صابون و روغن کنجد را نیز دارا میباشد. فابریکه تولیدی اسپینزر تولیداتش را به دیگر ولایت‌ها نیز صادر می‌کند. کار ساخت بند کمال خان تکمیل گردیده است. خان محمد تکل رئیس اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید بند کمال خان نیمروز آماده آبگیری می باشد و با آمدن باران و سیلاب‌ها آب در آن ذخیره خواهد شد. با فعال شدن این بند 80,000 هکتار زمین آبیاری و 9 مگاوات برق تولید خواهد شد. هدف از ساخت این بند آبیاری زمین‌های نیمروز است. کار ساخت یک کمپلکس بزرگ زراعتی در کندهار آغاز شد. مقامات میگویند این کمپلکس به ارزش $100 میلیون آمریکایی در فاز زراعتی عینو مینه در 11 سجریب زمین ساخته می شود. با ساخت این کمپلکس 26,000 تن صاحب وظیفه و هزاران تن از دهقان خواهد توانستند محصولاتشان را به فروش برسانند. بیش از $5 میلیون در 6 فابریکه صابون در ننگرهار سرمایه گذاری شده است. مقامات ریاست صنعت و تجارت این ولایت میگویند با سرمایه گذاری $5 میلیون در این فابریکات صابون به صدها تن زمینه کار فراهم شده است و روی واردات صابون از پاکستان گرفته شده است. اداره اصحایه و معلومات میگوید تا آخر سال جاری به 5 میلیون تن تذکره‌های الکترونیکی توزیع خواهند کرد. جاوید رسولی مسئول این اداره میگوید تاکنون 70 مرکز الکترونیکی فعالیت دارد که 6 آن در ایران است. به گفته این اداره تلاش‌هایشان برای شفافیت این کار ادامه دارد و تا آخر سال به 5 میلیون تن تذکره الکترونیکی توزیع خواهد شد. قرار است تا چند وقت دیگر در پاکستان، اروپا و کشورهای عربی نیز مراکز تذکره‌های الکترونیکی به افغان‌ها به فعالیت آغاز کنند. نزدیک به 11,000 تعمیر از سوی پروگرام مدیریت محصولات زراعتی در سال روان در کشور ساخته شده است. وزارت زراعت و مالداری میگوید از طریق این پروگرام صدها کشمشخانه و سردخانه ساخته شده است و صدها تن صاحب وظیفه شدند. یک مرکز تعلیمات حرفه‌ای به ارزش 20 میلیون افغانی در ننگرهار ساخته شد. مقامات میگویند این مرکز در ریاست کار امور اجتماعی ساخته شده است که در یک وقت 280 تن کسب را در آن یاد خواهد گرفت. در مراسم افتتاحیه این مرکز وزیر کار امور اجتماعی و والی ننگرهار و مقامات دیگر نیز اشتراک کرده بودند. 2 تعمیر جدید مکتب به ارزش 50 میلیون افغانی در ولایت کاپیسا ساخته شد. وزارت معارف میگوید هر تعمیر دارای 10 اتاق اداری و درسی می باشد. مقامات میگویند با ساخت این مکاتب صدها شاگرد در ساحه مسئول درس خواهند فرا گرفت. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.